آقا مطمئنم بعد از این ویدیو فیلیمو و نماوا میان از من شکایت میکنن، چون توی این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم که بتونید به صورت رایگان فیلم و سریال‌های ایرانی رو تماشا بکنید و دیگه 150 تومن پول اشتراک فیلم و نماوا ندید. دیگه چی بهتر از این؟ لایکو بزن بریم سراغ این آموزش. خب شما برای اینکه بخواید فیلم و سریال‌های ایرانی رو به صورت رایگان ببینید به این اپلیکیشن نیاز دارید که نسخه کامل مد شده تو کانال تلگرام گذاشتم، لینکش تو بی پیج، آیدیش رو تو کپشن هم نوشتم. بعدش وارد برنامه میشید. بعد از اون همین صفحه اول و صفحه اصلیش میبینید که کلی فیلم و سریال‌های خارجی و ایرانی رو براتون آورده و اینجا بخش دوربین بیاید، اینجا تمامی سریال‌های ایرانی و خارجی ترند که تازه هم اومدن رو براتون اینجا همه رو آورده، مثل زخمکاری 2، نیسان 2، گناه فرشته و فقط سریال ایرانی نیست، سریال خارجی محبوب هم هستش که میتونید به صورت رایگان و بدون پرداخت پول همشون رو نگاه بکنی. و حتما حمایت بکن از این پست و لایک کن و برای دوستات بفرست و سیوش هم بکن که یه وقت گمش نکنی.